جاتون سبز. چقدر خوشمزه. عالی عالی. دم خودم گرم. میخوام یه صبونه خوشمزه و مقوی بهت یاد بدم. انگشتاتو باهاش بخوری. ترکا بهش میگن دوشابی و مرتاسی. تخم مرغ و شیره و بیا بقیه‌ش هم بده. اول یه قاشق ساریاق میریزم. ساریاق همون روغن زرده. نداشتید کره بریزید. کرم در دسترس نبود روغن بریزید. بالاخره باید درست کنید دیگه. دنبال بهونه نباشید. من چون دوست دارم 2 قاشق ریختم. اینجا 4-5 قاشق گردوی خورد شده دارم. 4-5 قاشق هم کنجد دارم. منو بگیر تو رو خدا یه بار درست کنید. اصلا یه مزه جون میده. بخورید معتادش میشید. یعنی راحت هفته 2-3 بار برای خودتون درست میکنید. انقدر این خوبه. در حد 2-3 دقیقه هم اینو تفت میدید که کنجد و گردو با هم تفت بخورن. ولی زیاد تفت ندید به سوزا تلخ بشه. حین کارم اگه آهنگ شاد نذارید اصلا خوشمزه نمیشه. انرژی رو باید ببرید بالا. الان چیکار میکنم؟ بعد از 1-2 دقیقه که تفت دادم شیره انگور. شیره خرما میتونیم بریزیم. آره شما بریزید. شیره خرما بریزید. هر چی دستتون اومد بریزید. درست کن دیگه. دنبال حاشیه نباشید. بله دنبال حاشیه نباشید. دنبال بهونه. اینو نداریم اونو نداریم اینجوری درست کنیم. اینم در حد 1 دقیقه. تاوه رو بگیر. در حد 1 دقیقه. اگر زیاد بمونه حرارت زیاد باشه شیرم میسوزه تلخ میشه. بعد چی کار میکنیم؟ 2 تا تخم مرغ 2 تا یومورتا میشکنیم توش. اینم از بعد با بربری کنجدی تازه بزنید به بدن. عین املت. اول سفیده ها بعد زرده. تب این صبونه گرمه. کسایی که تب سردی دارن، کسایی که تازه زایمان کردن، کسایی که زن زاو خونه دارن، حتما اینو تو برنامه‌تون بذارید. این صبونه رو. بیا اینجا زردارم بگی میخوام هم بزنم. به به. قربون خدا برم با این نعمتاش. خدا وکیلی دستمون بازه تو درست کردن همه چیز. یه ذره همت میخواد. گردو هم کم میخواد. من کلا 4 تا دونه گردوی درست رو پوت کردم. ببین چی شد. یه ذرم آخر سر روش کنجد و گردو میپاشم. به به. اینجا رو بگیر. حتما اینو درستش کنیم 100 دفعه. ما هم آدم نیستیم که باشگاه میریم رژیم میگیریم. خودم معده‌ام سوراخ شد. یه 2 تا لقمه بخورم. مادرم مثلا بعد بر شما میارم. بریم بریم برم.